عزیز همکنون به این خبر فوری گوش کنید. طبق خبرهایی که به دستمون رسیده ویروسی عجیب و خطرناک در شهر پخش شده که باعث شده شهروندان به حالت غیر انسانی تبدیل بشن و به همدیگه حمله کنن. تا جایی که میتونید تو خونه هاتون بتمرگین، یعنی بمونین وگرنه باعث مرگتون میشه. پشمام حاجی، این دیگه چی بود؟ نمیدونم ولی به نظر فیلم خفنی میومد. رایدر باورم نمیشه، پشت سرتو نگاه کن. چی شده؟ پنیرا تخفیف خورده؟ یا حضرت زید، رایدر بودو تا پارمو نکرده. ای بابا حاجی، پنیرا تخفیف خورده بودن. من جلو میشینم اسکت. درو آروم ببند چلقوز. چی شده؟ چرا انقدر رنگ و روتون پریده؟ بچه‌ها باورتون نمیشه الان چی دیدی. یا خدا، چی دیدی رایدر؟ حاجی پنیرا تخفیف 60% خورده بودن. چی؟ همین؟ آخه دیدی جواد بهت گفتم این اخبار الکیه. زامبی کجا بود؟ رایدر چرا الکی زر میزنی؟ ما واقعا اونجا یه زامبی دیدیم. آها آره، بعدش یه زامبی هم دیدیم. چی؟ جواد دیدی بهت گفتم یه اسم میگه این اخبار واقعیه؟ بابا مگه میشه؟ چه شکلی بودن؟ والا نمیدونم چجوری بگم. یه چی از زید قبلی رضا ترسناکتر. زید قبلی رضا چیه؟ از خود رضا هم ترسناکتر بود. تا ماردید افتاد دنبالمون. باورم نمیشه. فکر میکردم این چیزا فقط واسه تو فیلماست. منم تا با چش خودم ندیدم باورم نمیشد. منم فکر نمیکردم رو پنیرا انقدر خوب تخفیف بذارم. رایدر یه دقیقه اون خونه خر رو بره.